و یک شنبه باید با زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گویید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم. همین غریمی چی هنر نداری خودت همین گپ هر ملا رو بعد التماس می‌کنی. او همسری خودت از چیکار داره های ملا در تو؟ چهارشنبه میکنی پنجشنبه یک خلاده مگه شب جمعه خوشش نمیاد به فرای خوان. هر شب یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گپ خطا است دادر عزیز. باور کنید اسلام در این گپ ها نیست. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام رو نمیدونن. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی؟ پیغمبر بزرگواران همسری من برای من کجاش حلال است؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است گفتن. هر وقتی که میخوای خودش خانه‌داری کن برای تو حلال است گفتن. ببینی همه جاش برای تو حلال است گفتن. همه جاش فهمیده؟ یا خیلی همینا ساده هم با میره گشت میپرسم بابا ایشان هم خیلی کنیم چی میشه؟ خودی خدا کردن که چی میشه؟ آیا سادی بند نشه واقعی عصر 21 شدی دادن؟ بابا کافران ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن گفتن. برای همین عزیزان من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی؟ از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است. هر کاری میکنی حلال است الا النکاح، مگر همخوابگی در حالت حیض. حالت حیض گفتن همخوابگی یعنی علاقه جنسی کردن برای تو حرام است. نکاح مراد از حیض است. صریح حدیث میگن دیگه حدیث رسول اکرم اینو با شرط دادن. در حالت حیض همخوابگی حرام است و این چنین خانه‌داری کردن از عقیب خانم این حرام است. غیر این دیگه هر کاری میکنی هر شبه که میکنی حلال است برای تو. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن. خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای وی در 4 کتاب هست. یا 4 کتاب کل ما یا وقتا میخوندم. و همه خدا رحمت کنه می از صاحب 4 کتاب ما هر کجا نکره راستای دروغه فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی 60 که بشو هم بیچاره خودش هنری زن کتی خراختن نداشته های و همه هر چی رو بانه کرد نمیشه در کتابش. خدا نگهتان داره. فقط از زنا خودتان کنترل کنه بچه های عزیز. دیگر همسر شما برای شما حلال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. خدا در این آیه مبارکه میگه همسرای شما برای شما حکم زمین کشت دارند. آنان که زمین کش میکنه زمین خودت است. ای بالا جفت کار پایان بیایی از این طرف جفت کار بالا میری یا پرمکاری خود کردن گیراخی فقط تخم کار در همون زمین حاصل خیلیش. بنابر این آیه کلمه صراحتا دلالت میگیم در عقیب کردن حرام است. درسته تخم باید در جای کاری حاصل کیاد خیر امتاز. بنابر خداوند حرث لکم گفت است فاتوا حرثکم ان شئتم. همسری تو زمین خودت چکلی میخوای کردن گیر. بیچاره مولا خدا رحمتش کنه. بابای مولا گو خودت هنر نداره ما را من نکن. السلام علیکم سادی عزیز. آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیث سمرقندی ما و شما 5 نمود بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کنند. دوم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. سیوم بوسه ای که هست این بوسه خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه این بوسه مرد زن را از دهانش میتواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمود بوسه است. میتونین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها دیگر زایل هایی که بوسه ها هستند از اونها استفاده